سوره مبارک العصر که سوره 103 قرآن عظیم و شان است، در مکه معظمه نازل شده، متشکل است از 3 آیه مبارک. تلاوت و ترجمه فارسی آن را از آیت اول میشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت باره. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم به زمانه، بیگمان انسان در زیان است جز آنانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند و همدیگر را به حق توصیه کردند و یکدیگر را به صبر و ثبات سفارش نمودند.